از روی معلومات‌های آماری ریاست حفظ محیط زیست ولایت مختار کوهستان بدخشان با در نظر داشت دستگیری عالم پرندگان در فصل سرما مقدار معین گندم ذخیره کرده شده مرحله به مرحله توسط پیشبرد کارهای بیوتکنیکی مورد استوباوری قرار داده می شود. برای دستگیری شعبه‌های حفظ طبیعت در ناحیه روشان 184 کیلوگرم، روشقلا 200 کیلوگرم و شهر خوروغ زیاده از 200 کیلوگرم گندم ذخیره گردیده است. این مواد با مبلغ از حساب صورت حساب مخصوص دسترس کرده شد. امسال گرچند که در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان برف کمتر بریده باشد، لیکن مویانوار خیلی خنک آمد و پرندگان از آن جمله حیوانات نادر رو مجبور ساخت که آنها به جاهای پستر فروند و غذا را گیرند. در کوسرهای ما پرندگان از کبک و دیگر پرندگانی که خیلی زیاد هستند آنها را از غذا تامین کنیم و شعبه حفظ محیط زیست شهر خوروغ با همراهی با ریاست حفظ محیط زیست ولایت در زیاده از 200 کیلوگرم گندم را در کوسرها پرتافته استودند و هر روزه میبینیم که وضع اکولوژی در حدود شهر خوروغ بهتر شده استوده است. از سالهای پیش گرد و اطراف حدود شهر خوروغ زیاده از 45 سر بزکویی چرا دارند و یگان کس به آنها مانع هم نمیشد که روزا از خود از حدود بازار شهر خوروغ آنها رو تماشا کرده می شود و این از آن شهادت میده که در گرداگرد حدود شهر خوروغ معرفت اکولوژی مردمان خیلی بلند شده استوده است و پارسال در حدود شهر خوروغ یک ببر برفی به اوغل در آمده از طرف متخصصان ریاست حفظ محیط زیست و شهر خوروغ اون قپیده شد و به نوع مرغاب آن رو انتقال دادند و این روز هم میخواهیم که زیاده از 200 کیلوگرم گندم رو در همون جاهایی که زیست مخصوص همون کبک و کبوتر و دیگر حیواناتی که هستند در اونجا میپرتویم و بودمان مخصوصا جوانان با این خیلی شوق و هوس زیاد دارند همین کار رو پیش برده استوده‌اند. سالهای اخیر همکاری‌های کارمندان اداره حفظ محیط زیست با رضاکاران در مورد بی‌تلف برآوردن حیوانات و پرندگان از فصل زمستان خیلی خوب به راه مانده شده. رضاکاران در چاره‌بینی‌های بیوتکنیکی فعالانه شرکت می‌ورزند. با در نظر داشت گذراندن کارهای بیوتکنیکی اقدام گرفته شد تا این نوبت چنین کارهای دستگیری کننده حیات پرندگان را در قسمت کوهدامن موضع شاشخوروغ گذرانده شود. کارمندان شعبه حفظ محیط زیست سرجمانه با رضاکاران بیش از 200 کیلوگرم گندم را در جایهای جمع‌شوی پرندگان تقسیم نموده به همین وسیله در پیشبرد چنین کارها سهمی ارزشمند گذاشتند. در موسم امسال از طرف ریاست حفظ محیط زیست ولایت مختار کوهستان بدخشان با مقدار زیاده از 600 کیلوگرم گندم خریداری کرده شد و برای گذراندن کارهای بیوتکنیکی از آن با بخش حفظ محیط زیست ناحیه روشقلا با مقدار 200 کیلوگرم و با ناحیه روشن باشد 184 کیلوگرم غلادانه برای گذراندن کارهای بیوتکنیکی جدا کرده شد و در مدت چند وقت است که از طرف این بخش‌ها و ریاست کارهای بیوتکنیکی گذرانده استند. پیشبرد کارهای بیوتکنیکی از جانب کارمندان حفظ محیط زیست و رضاکاران در دستگیری عالم پرندگان موقعی خاصه داشته در چنین روزهای سخت سرما جهتی از نابودشوی نگاه داشتن پرندگان همچون یکی از عامل‌های گوناگون رنگی طبیعت دیار موقعی خاصه دارند.